سلام بینندگان عزیز، علی جان علیوف، آموزگار زبان انگلیسی از مؤسسه تعلیمی تیم کالج می باشم. اگر شما ما را زینا به زینا تماشا کرده ایستاده باشد، درسی پیشینه ما با شما با پورگی درباره فعل تو بی فهمانده بودیم. این درس ما تصمیم گرفتیم که درباره short form of verb to be یعنی شکل کوتاه فعل تو بی با شما معلومات دهیم. شکل کوتاه فعل تو بی ما در زبان تاجیکی این را استفاده میبریم. ما در زبان تاجیکی کلمه ها را کوتاه میکنیم، کلمه ها را کوتاه میذاریم، یعنی بعد حرفشون رو استفاده نمیبریم، یا اینکه در لهجه در بعد محل ها گوییم بعد که حرف ها رو در جمله ها ما استفاده نمیبریم. این گونه شکل کوتاه شوی در زبان انگلیسی نیز وجود دارد. مثلا میگیم در زبان انگلیسی ما به شکل پوره اگر با فعل تو بی گپ زنیم I am a teacher گوییم، همین رو کوتاه میکنیم. یا اینکه you are a doctor گوییم، این رو نیز کوتاه کرده می شود. He is a student، این رو نیز کوتاه کرده می شود. خلاصه تمام فعل های تو بی زینه به زینه کوتاه کرده می شوند. اینک درس رو شروع میکنیم. نگاه میکنیم به دوست که short form of verb to be شکل کوتاهی فعل to be یعنی فعل بودن. Positive I am، you are، he is، she is، it is، we are، you are، they are. نفرانی که بار اول ما رو تماشا میکنن و شما اینها رو ما شرح میدیم. I am من هستم، you are تو هستی، he is وای مرد هست، she is او زن هست یا اینکه می باشد، it is این هست یعنی ما اشیا رو در نظر داریم یا که حیوان رو. we are ما هستیم ما می باشیم، you are شما هستید شما می باشید، they are آنها هستند آنها می باشند. اینک نگاه میکنیم ما شکل کوتاهش رو با رنگی سرخ با شما نویسیم. یعنی نگاه کنید ما وقتی که در جمله های پوزیتیو در جمله های خبری فعل تو بی رو کوتاه میکنیم اولی حرف فعل تو بی از بین میرود. مثلا خب فعل تو بی ام ایش از بین میرود، فعل تو بی آ ایش از بین میرود، فعل تو بی ایز آی از بین میرود. اینجا نگاه میکنیم خطچه چی رو میفهموند ما در اینجا رنگی با رنگی سرخ این رو در زبان انگلیسی اپوستروف میگن. وقتی که ما جمله رو کوتاه میکنیم حتما ما این رو استفاده میبریم. I am خب I am اگر خب شاید شما در اگان مرکز خونید، شاید در اگان جای دیگر خونید، با شما شاید دیگر خیلی فهموند I am. خب ما گوییم که طرزی چگونه استفاده میبرن در خب گوییم که بریتانیا کبیر یا اینکه در امریکا چگونه استفاده میبرن. ما هوای رو با شما پیشکش می‌کنیم. I am اگر تیز گویند am you are your، he is his، she is she's، it is its، we are were، you are your، they are their. باری دیگر I am یا his she's its were your they. I am you are your، he is his، she is she's، it is its، we are were، you are your، they are their. خب ما اگر شکل کوتاهش رو استفاده داریم یا که شکل پرهش رو استفاده داریم ما در یگان تاش خطا نمیکنیم. فقط ما باید بدونیم که شکل پره هست شکل کوتاه است. شکل کوتاهش رو بسیارتر در وقت سپیچ در وقت گفتار استفاده میبرم. شکل پرهش رو باشه در وقت نوشتن، در وقت مکتوب کردن، در وقت حجت گذاری استفاده میبرم. خب هر دویش رو هم استفاده بریم، هر دویش رو نیست استفاده بریم خطا نمیشود. خب باید شما اینها رو حتما بدونید. I am a teacher. You are a doctor. You're a doctor. He is a driver. He's a driver. She is a student. She's a student. It is a guitar. It's a guitar. We are designers. We're designers. You are pilots. You're pilots. They are builders. They're builders. خب با یک بار دیگر آهسته با آهسته. I am a teacher. من معلم هستم. I am a teacher. I am a teacher. من معلم هستم. I am a teacher. من معلم هستم. You are a doctor. تو دکتر هستی. You're a doctor. تو دکتر هستی. He is a driver.
و راننده هست. He's a driver. She is a student. او دانشجو است. ما زن رو در نظر داریم. She's a student. It is a guitar. این گیتار است. It's a guitar. We are designers. ما طراحانیم. We're designers. You are pilots. You're pilots. They are builders. آنها ساختمانچی هستند. They are builders. They're builders. آنها ساختمانچی هستند. خب باز یک بار دیگر با شما میفهمونیم که شکل کوتاه فعلی تو بی بسیاری وقت در گفتار استفاده میبرد. کوشش کنید این گونه تلفظ کردن رو بیاموزید و در گفتارهای خود و در گویم که وقتی سخنرانی خود استفاده برید. هرگاهی که استفاده میبرند یا اینکه شما با خارجی گپ میزنید حتما این گونه شکل کوتاه شوی، شکل اختصار شوی را استفاده میبرند. برای همین این را حتما بیاموزید و ما رو پیگیری نمایید. خب با ما بودن رو فراموش نکنید. درس این بعد در درس نهم ما با شما شکل کوتاه فعل تو بی در جمله های نگاتیو یعنی در جمله های اینکاری چگونه خب بگیم که کوتاه کرده می شود با شما. خب مеомӯзонем این خبر رو وقتی که شما این ویدیو ها رو تماشا میکنید حتما با دیگران رساندن رو فراموش نکنید تا اینکه دیگران نیز تماشا کنند و کمی بهره بردارند. اگر شما یگان درخواست پیشنهاد پیدا کردید حتما ما درخواست شما رو به نوبت میگیریم. ما کامنت ها رو انتظار هستیم. در کامنت حتما فکر و عقیده خود رو نویسید و درخواست های خود رو نیز پیشنهاد کنید. با ما بودن رو فراموش نکنید و پخش زنگوله رو نیز فراموش نکنید.